شاهین نجفی هستم. باید سال جدید رو تبریک بگم به هموطنانم و کسانی که به ما گوش میکنن و ما دوستشون داریم. واقعیتش اینه که اینقدر ما در عرض این چند وقت، این چند سال گذشته تسلیت شنیدیم و تسلیت گفتیم، دیگه تبریک گفتن گاهن سخت میشه یا یادمون میره که چجوری تبریک بگیم. ولی خب این هم میتونه خودش یک بهانه کوچکی باشه برای یک نوع شادی موقتی شاید، و کوچکترین دلیلی اگه موجب بشه که مردم خوشحال بشن، خب طبیعتا یک انسان سالم هم میتونه در کنار مردم خوشحال بشه، حتی اگر به اون باورها چه سنتی یا هر نوع دیگهش معتقد نباشه. در رابطه با منم به همین ترتیبه و در نهایت میتونم آرزوی سلامتی و یک سال سرشار از خوشحالی و موفقیت بکنم برای هموطنانم و امیدوارم که هر جای دنیا هستید، چه در داخل ایران و چه خارج از ایران، همیشه شادکام باشید. با اینا خستگیمو درد میکنم،